خب سلام، اومدم بهتون آموزش بدم چجوری فایلای سیو ورژن غیر اورجینال یا اورجینالی که از الدن رینگ داشتید رو انتقال بدید روی نسخه جدید غیر اورجینالی که دانلود کردید و نمیشناسه سیوهای قبلیتون رو. کاری که میکنید اینه، یه لینک براتون میذارم، برید یه برنامه دانلود کنید. خب برنامه اینه، الدن رینگ سیو گیم کپی تول که واسه الدن رینگ ساخته شده توسط یکی از بچهای گیت هاب. شما میاید سورس فایل ببینید، سرچ کنید، مثلا بزنید فیت گرل الدن رینگ سیو فایل لوکیشن، ببینید کجا بهتون میگه کجا سیو شده. حالا برای من که خود استیم بوده اینجوریه، میاید تو درو سی تو یوزرز. خب یوزری که الان باهاش الدن رینگ رو بازی کرده بودید قبلا، میرید توش. بعد اینجوریه که ببینید الان اپدیت پوش اپدیت ها رو شما باید برید داخلش. خب و این اگر که دستکاری نکردید ویندوزتون رو، این هایده است و شما اینجوری میتونید بیاریدش رو. این سه نقطه رو میزنید اینجا، آپشن رو میرید و از اینجا ویو رو میزنید. این گزینه این بالاست، اینجاست تو حالت عادی، میذاریدش رو پایینیه و اوکی میکنید. خب اپلایی هم نمیخواد بکنید اصلا. بعد این اپدیت ها نشون داده میشه. بعد همینجا هم یه F5 بزنید رو کیبوردتون، رفرش میشه، یا این بالا یه رفرش کنید. میرید داخل رومینگ. من استیمو دارم میگم، ولی مثل این که خب خیلی از اونایی که بازی های اورجینال و غیر اورجینالش میکنن میدن بیرون، مثل شرکت هایی که کرک میکنن اونا، همینجاست لوکیشنی که میذارن سیو بازی و الدن رینگ. ببینید اینو من تازه ساختم 2024 23/6/2024. اینو تازه 20 دقیقه ساختم. اینو نمیخوایم، واسه سورس اون قدیمیه رو میخوایم که مثلا برای من 2023 یه سال و یه ماه پیش تقریبا. اینو میاد اینجا وارد میکنید. حالا تو این مرحله شما یه بار باید برید توی ورژن جدیدی که دانلود کردید، الدن رینگی که DLC جدید روش هستش، ارتیری، وارد بازی میشید، میرید یه کاراکتر میسازید، یه دونه کاراکتر میسازید، میرید تو بازی. اونجایی که رسید که کاراکترتون رو دیدید و تونستید تکونش بدید، توی همون یه جایی که اول بازی ظاهر میشه کاراکترتون، همونجا میتونید آلت F4 کنید بیاید بیرون از بازی. بعد یه پوشه جدید ساخته میشه. نه اینجا نیست. خب یه پوشه جدید ساخته میشه توی همین آدرس که اینه برام الان 2024. خب اینجا اینو انتخاب میکنید، لود میشه. ببینید الان اون کاراکتر جدیدی که میسازید، من باید قبل از اینکه ویدیو رو میگرفتم اینا رو پاک میکردم دوباره. حالا اشکالی نداره، من دقیقاً بهتون میگم باید چیکار کنید. ببین مثلا الان یه کاراکتر ساختید احسان. خب همین الان که رفتید توی بازی، اینجا به جای این کازیمو مثلا نوشته احسان، کلیکش میکنید میشه کازیمو به احسان. اوکی. بعد این پایین کپی سورس کاراکتر فلان رو میزنید، این زرده رو میزنید و کازیمو میره توی احسان. خب و اینجاست که دیگه میتونید برید تو بازی و با کاراکتر قدیمیتون که الان ایمپورتش کردید بازی کنید. حالا لازم نیستش برای هر کاراکتر که از قبل داشتید یه کاراکتر بسازید. کافیه اینجا مثلا کاراکتر دومتون که از قبل داشتید و انتخاب کنید، بیاید اینجا مثلا ببینید الان این استات 2 بود مثل اینا.
2 3 4 5. من اینجوری شروع کردم، مثلا کاراکتر بعدی گذاشتم رو 2، بعد دوباره اینجا یک کپی زدم، بعد گذاشتم 3، بعد من مثلا اومدم اینجا سومین اسلات 3 رو انتخاب کردم، دوباره کپی. همینجوری هر چه 10 تا کاراکتر دارید دونه دونه انتخاب میکنید، این سمتی اسلات خالی براش پیدا میکنید، میزنید، انتقال پیدا میکنه رو. من الان نمیتونم برم تو بازی، میتونم برم تو بازی ها، ولی خب بذارید نشونتون بدم. آخه یه ذره مشکل داره، من مانیتورم اولترا وایده و وقت چقدر نورانی شد و اینجوریه که وقتی میخوام ضبط کنم مجبورم یه مستطیل بکشم فول اچ دی تو همون مثلا بازیمو چیز کنم، هرچی که میخوام ضبط کنم تو اون بیارم که برای من فول اچ دی ضبط کنه، اولترا واید نشه که رو یوتیوب بالا پایینش سیاشه براتون. خب الان توی چه مستطیل دقیقی، من الان دیگه فیسمو نمیبینید، صداشو کم کنم، خب چی بود؟ لود زدم، اشکال نداره، امیدوارم تو بازی ضبط بشه این، چون الان مستطیل رفت دیگه نمیبینمش. خب لود گیم، ببین الان اون کاراکتر قدیمی من اومده، 72 ساعت پلی تایم همه. خب ببینم خب در حال ضبطه، بذارم الدن رینگ رو میتونم ویندوز آره میشه بسا. فول اچ دی یس بیا اینجا. خب خوبه، ببینید اینجا لودو که میزنم الان تمام کاراکترهای قدیمی من اومده توی این پایین، ببینید Shadow of the Earth. پس اینجوری میتونید فایلاتون رو انتقال بدید، سیواتون رو برید این کارو بکنید. امیدوارم لذت ببرید، مجبور شید برید اورجینالش رو بخرید، نخریدم مهم نیستش، مهم اینه که عشق کردید.